به چه مجوز شرعی مردم رو کتک بدونیم برای اینکه میگه نه تو قبول نداشت، قبول نداشتم. من نه خدام نه پیغمبر. من اطلاع دارم که تو قوم آوردن تو مساجد باتون تقسیم کردن برای اینکه بسیجی ها مردم بزنن. آقایون همطور دنبالشو گرفتن و همطور حفظ نظام حادث و وحدت کلمه. وحدت کلمه چی؟ شما خودتون تفرقه درست میکنید. وحدت کلمه کشور مالی مردمه. ما یه فصل در قانون اساسی همیشه راجع به حقوق مردم داریم. این آقایون این فصل رو اصلا نادیده میگیرن. فقط یه ولایت مطلقه درست کردن که من یادم من بازنگری رأی ندادم برای که ولایت مطلقه قبول نداشتم. با اینکه ولایت مطلقه ما درست کردیم بابا جون، اما معذالک ولایت مطلقه غلطه. خودی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشت، برای که خدا تو قرآن به پیغمبر میگه فحکم بینهم بما انزل الله. من پس یعنی هرچی میخوای بگوی نیست. پیغمبر هم ولایت مطلقه نداره. آقایون یه ولایت مطلقه درست کردن، باقی اصول قانون اساسی همه نادیده گرفته میشه. با اینکه این اصول مردم حق اجتماع دارن. ما از اول که انقلاب شد یادم گفتیم استقلال آزادی، معناش آزادی معنی آزادی مسئولین نیست، یعنی آزادی مردم.